تا حالا شده که هر چقدر دعا میکنید حس کنید صداتون به جایی نمیرسه؟ یا با وجود تمام داشته ها باز هم یه حس کم بود و نارضایتی در دلتون باشه؟ امروز میخوام در مورد کلیدی صحبت کنم که قفل تمام این حس ها رو باز میکنه، یعنی شکرگزاری. شکرگزاری فقط گفتن خدایا شکرت نیست. شکرگزاری یک ارتعاشه، ارتعاشی که انرژی جهان رو تغییر میده و ما رو به منبع قدرت الهی و درونی خودمون متصل میکنه. در این ویدیو یاد میگیریم که چطور با 3 تمرین ساده شکرگزاری رو از یک کلمه به یک سبک زندگی تبدیل کنیم. تمرین اول، شکرگزاری مذهبی. در متون دینی ما بارها اومده که اگر شکر کنید روزی و نعمات الهی به سمت شما زیاد میشه. این یک فرمول ساده است. هر دعایی که با شکرگزاری شروع میشه نیرومندتره. قبل از خواستن ببینید چه چیزی رو دارین که بابتش سپاسگزاری کنید، مثل نعمت سلامتی، سقف بالای سر. تمرین دوم، شکرگزاری و خودباوری. وقتی از ته دل سپاسگزار هستید دیگه روی نداشته ها تمرکز نمی کنید. این یعنی تمرکز بر روی قدرت درونی و داشته های خودتون. شما ارزشمندید و این ارزش در شکرگزاری از لحظه حال دیده میشه. تمرین سوم، تکنیک مدیتیشن. حالا بیایید 1 دقیقه مدیتیشن شکرگزاری کنیم. چشماتونو ببندین، 3 نفس عمیق بکشید. حالا 3 چیز کوچیک که همین الان دارید، مثل نور خورشید، صدای پرنده یا حتی 1 فنجان چای رو به ذهنتون بیارید و از ته دل شکرگزار باشید. سعی کنید حس خوبش رو تو قلب خودتون حس کنید. به یاد داشته باشید شکرگزاری یه عمل نیست، نگرش دائمیه. اون رو در قلب خودت بکار تا میوه های آرامش و فراوانی رو در زندگی برداشت کنید. یک قلب سپاسگزار قلبی پر از نوره. در بخش کامنت ها برای من بنویس همین الان بابت چه چیزی بیشتر از همه شکرگزار هستید. برای دیدن ویدیوهای بعدی دکمه سابسکرایب رو بزنید.